در آیت چی رسیدیم؟ در آیت دیگه ششم سوره مائده رسیدیم. در این تعهدات بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اذا قمتم الی الصلاة، وقتی که شما برخواستین بر نماز، فاغسلوا وجوهکم، پس بشویند روحایتان را، و ایدیکم الی المرافق. این فرایض نماز است که انسان باید روی خدا بشویه وقتی که قصد نماز میکنه، وضو میکنه. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، دستایتان تا به آرنج ها بشوین. و امسحوا برؤوسکم، شما مسح بکنین به سرهایتان. و ارجلکم الی الکعبین، و پایایتان را تا به جلک بشوین. و از این خاطر اینی فرایض وضو است. و این کنتم جنبا، اگر شما در حالت جنابت باشین، فطهروا، پس شما چی کنین؟ غسل بکنین و خدا پاک بسازین. و این کنتم مرضا، اگر شما مریض بودین، او علی سفر، یا در سفر بودین، او جاء احد منکم من الغائط، یا یکی از شما از تشناب می، او لامستم النساء، یا شما مس کردین یا نزدیک مقاربت جنسی کردین با همراه خانمایتان، فلم تجدوا ماء، شما آب نیافتین، بیاس فتیمموا، باز اینجا انسان تیمم میکنه. صعیدا، که چی است؟ تیمم در چی میشه؟ صعیدا طیبا، در خاک پاک میشه. فامسحوا بوجوهکم، پس شما مسح بکنین به روحایتان، و ایدیکم، و به دستایتان، منه از آن. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، الله نمیخواد که بالای شما سختی بیاید، ولکن یرید لیطهرکم، لکن الله اراده داره که شما را پاک بگردانه. ولیتم نعمته علیکم، و تمام بکنه نعمت‌هایش بالای شما، لعلکم تشکرون، شاید که شما شکرگزار شوید. این حال در اینجا چند تعهد ما و شما داریم. یک تعهد اول در این آیت شریف چی است؟ فرضیت پاکی و طهارت بر نماز است. پس وقتی که یک کس نماز میخونه، بالای از این فرض است که چی کنه؟ وضو بگیره و طهارت بکنه. تعهد دوم چی است که ما و شما حکم الهی است که اگر کس مثلا مریض بود یا سفر بود یا هر مشکلی که داشت و وضو کردن نمیتونست یا آب پیدا کردن نمیتونست، در این صورت برای جواز تیمم است. تیمم هم یک چیز مشروع است و جایز است. و تعهد سومی که ما و شما در داریم، حکم سومی است که ایمان به اراده الهی به آسانی، نه مشقت و سختی. یعنی الله متعال همیشه میخواد که برای ما چی کنه؟ آسانی در دین، آسانی باشه. مثلا اگر کس وضو کردن نمیتونه، تیمم میکنه. اگر کس ایستاده نماز خواندن نمیتونه، نشسته نماز میخونه. اگر نشسته هم نماز خواندن نمیتونه، به خفته میخونه. اگر خفته هم نمیتونه، به اشاره. بالاخره به اشکال مختلف چی شده؟ بر انسان این سهولت ها وجود داره. یا کسی مثلا روزدار است، یک خانم طفلدار است، طفلش بسیار شیر میخوره و این خانم نمیتونه روزه بگیره، برش اجازه هست افطار بکنه. یا کسی مریض است، تکلیف گرده داره، دکتر برش میگه تو باید آب زیاد بنوشی و اگر آب سرت قطع شود مرض زیاد میشه، بنابراین میتونه که روزه خود افطار بکنه و در وقت روزه بگیره که باز انشاءالله صحتمند شد. این سهولت ها در دین هست. بعضی کسا سر خود بسیار سختی رو میاره و آنچه که الله برش اجازه داده این اجازه نمیده. پس تو متعهد، انسان متعهد هستی که حلال امو است که الله حلال کردیش و حرام امو است که حرام الله حرام کردیش. جایز امو است که الله او را جایز گفته و ناجایز او است که الله او را ناجایز گفته. پاکی چی هست؟ پاکی امو است که الله او را گفته که با اینمی تو پاک میشی. حالا مثلا ما شما اگر از نگاه عقلی مثلا یک کسی بخیزه بگه، عقل خصوصا هم عقلگراها که کافر هستن یا چیزا، خب اگر از نگاه عقلی بگی خود یک نفر که دست خود در خاک میزنه، پس در روی خود میزنه، از نگاه ظاهری خود در خاک دستد، پس روی ازی خاک پر شد و دستایش خاک پر شد. اما الله متعال میگه چون اینجا حکم الله رو تو اطاعت کردی، پاک شدی، میتونی نماز بخوانی. اما اگر این تیمم نکنی، تو نماز بخوانی، به وضو در کفر داخل میشی. این حال پاکی با آب و با خاک نیست، پاکی به حکم الله هست. وقتی که الله گفت با آب پاک میشی، با آب پاک میشی. اگر با خاک پاک میشی، با خاک پاک میشیم. بنابراین ما مکلفیت ما چی است؟ از این خاطر ما باید بفهمیم که پاکی و صفایی را که الله میخواد بر ما، او به اساس حکم الله میشه. و تعهد چهارم چی است؟ عبادت زبانی که او شکر است. یکی از عبادات زبانی ما و شما مثلا حمد داریم و ثنا داریم و ذکر داریم، شکر داریم. یکی از عبادات بدنی استعاذه است، استغاثه هست، تعویذ است. اینا کلش در عبادات های زبانی هست. پس شکر هم از جمله عبادات چی است؟ عبادات زبانی هست. در آیت 7 سوره مائده که است، الله متعال میگه واذکروا نعمت الله علیکم، شما یاد کنین نعمت های الله را بالایتان، و میثاقه الذی واثقکم به، و با او میثاق. ببینید باز اینجا آمد که
شما یاد کنید نعمتهای الله را بالایتان و او عهد و پیمانی که شما با امرای الله کردین. چی عهد و پیمان کرده بودیم؟ عهد و پیمان کرده بودیم که عبادت مخصوص الله میکنیم. عهد و پیمان کرده بودیم که احکام الله را تطبیق میکنیم سر خود و در زمین الله تطبیق میکنیم و احکام و قوانین دیگر را قبول نمیکنیم و با الله عهد و پیمان کرده بودیم که به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم هم اطاعت میکنیم و هم عبادت میکنیم. اینال الله متعال میگه، ببینید این سوره که از سوره مائده امی عهدها و میثاقها هست. الله متعال میگه نعمت الله را به یاد داشته باشین و به یاد داشته باشید میثاق و پیمانی را که امرای الله کردین. اذ قلتم سمعنا و اطعنا، وقتی گفتیم ما شنیدیم و اطاعت کردیم. مؤمن موحد چی پیمان داره با امرای الله؟ سمعنا، شنیدیم یا الله حکمته، و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. پس ما سمعنا و اطعنا میگیم. این چی هست که میگیم سمع و اطاعت به الله و رسولش؟ چون ما یعنی تعهد با الله و رسولش کردیم. اینا رو باید به یاد داشته باشیم. ان الله علیم بذات الصدور، الله با آنچه که در قلب ها هست به او با خبر است. در این آیت کدام تعهدات است؟ در این 3 تعهد است. تعهد اولی است که یاد نمودن نعمت ها. این تعهد است که انسان مسلمان همیشه باید نعمت های الله را بالای خود یاد داشته باشه و این عبادت فکری هست. همیشه انسان فکر بکنه اگر دست نمی داشتم وضعیت من چه قسم میشد، بسیار وضعیت من خراب بود. اگر مثلا قلب نمی داشتم، قلبم سوراخ می بود، وضعیتم چه قسم بود. اگر اعصابم خراب می بود، دیوانه می بودم، چی وضعیت می داشتم. اینال ایره باید انسان نعمت های الله را، کل نعمت های مادی و معنوی را بالای خود. اگر پیغمبر نمی بود من کافر بودم، اگر قرآن نمی بود در کفر بودم. الحمدلله به قرآن، الحمدلله به اسلام، الحمدلله با آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم. الحمدلله که الله بر ما یک نعمت بزرگ داد که هدایت ما کرد، راه هدایت بر ما آسان ساخت و ما را توفیق هدایت داد. اگر امی هدایت نمیداد اینال مثل مردم باره قرآن که میدیدیم قرآن اوس منداختیم. این کلش چی است؟ نعمت های الله هست. اینال یکی از تعهدات چی است که انسان مسلمان همیشه باید چی داشته باشه؟ تعهد شمی است که انسان مسلمان، تعهد انسان مسلمان همی هست که انسان مسلمان باید همیشه چی داشته باشه؟ من یک انسان متعهد، این انسان مسلمان چی کنه؟ همون نعمت های الله را یاد بکنه. تعهد دوم یعنی هر حکم الله، ما در مقابل هر حکم الله متعهد هستیم. از این خاطر وقتی هر تعهد میخونیم به معنای از که یک حکم است که ما او حکم الله را اطاعت میکنیم. یاد نمودن تعهدات به سمع و اطاعت. ما بر الله گفتیم که لا اله الا الله محمد رسول الله، بله گفتیم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله گفتیم. خب این چی معنی میده؟ یعنی که ما مشنویم آنچه که الله حکم میکنه و ما از احکام الله و رسولش که رسول الله صلی الله علیه و سلم است که برش وحی میشه ما اطاعت میکنیم. خب سوم تعهد ایمان داشتن به علم غیب الهی، به تمامی چیزهای پوشیده. به این انسان باید ایمان داشته باشه به صفت علم غیب الله که از آنچه در قلب های ماست اما یزور الله میفهمه. در مائده آیت 8 که از در این کدام تعهدات است؟ الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا و مؤمنان کونوا قوامین لله. شما کسایی باشین که برای عدالت الهی چی باشین؟ شما مواظب باشین، شهداء بالقسط، شاهدان باشین. به چی؟ شاهدان عادل باشین و راست باشین. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلون. یعنی شما را مجرم نسازه و شما را به این نکشانه بدبینی و دشمنی با یک قوم که شما عدالت نکنین. اعدلوا، عدالت کنین. هو اقرب للتقوى، این بسیار به تقوا نزدیک است. کسی که تقوا داره باید عدالت بکنه. و اتقوا الله و از الله بترسین ان الله خبیر بما تعملون. الله با خبر است با آنچه که عمل میکنید. خب در این آیت شریف چند حکم است که ما امروز تعهد داریم با الله. تعهد اولی است که مواظبت و ادای عدالتی که حکم الله است. انسان مؤمن متعهدی است که همیشه در هر جایی که است عادل باشه. اگر در خانه خود است بین اولادای خود باید عدالت بکنه. اگر چند همسر داره بین همسرای خود عدالت بکنه. اگر مثلا شوهر است با خانم خود چی باشه؟ عادل باشه. اگر خانم است با شوهر خود عدالت بکنه.
این حال کل از این کسی هست انسان مسلمان باید چی باشه؟ باید عدالت. اگر امیر است، اگر امیر المؤمنین است، اگر خلیفه مسلمان ها هست، در هر جای باید چی باشه؟ این عدالت که حکم الله هست. متعهد هستیم به عدالتی نکنیم. تعهد دوم چی است که شهادت عادلانه هست، که وقتی انسان شهادت میده باید صادقانه، ولو که بالای نفس خود انسان باشه، وقتی شاهد می باشی شاهد عادل باشی. چرا؟ شهادت دروغ چی است؟ این گناه کبیره هست. ایره زور میگه، قول زور میگن. تعهد سوم چی است؟ احتیاط از اینکه بدبینی کدام قوم انسان به جرم بی‌عدالتی بکشانند. خب یک نفر است مثلا یک قوم در قسمتش ظلم کردن، آلی قدرتمند است، میگه تو کال قدرت گرفتی، اونایی که در اون وقت ظلم کردن اونا مسلمان نبودن، دیندار صحیح نبودن، آل تو مسلمان هستی، دیندار هستی، تو چرا مثلا آل بی‌عدالتی میکنی و از دین و دینداری دور میشی؟ از این خاطر وقتی که تو مسلمان هستی تو باید بسیار عادل باشی و عدالت داشته باشی. دیگه تعهد چهارم چی است؟ ایمان داشتن به صفت الخبیر الله سبحانه و تعالی. باید ایمان داشته باشی که الله متعال بسیار با خبر هست از تمامی آنچه که در مجالس میگذره و آنچه که در قلب انسان است، از کلش با خبر است. از چیزهایی که ظاهر و باطن است از کلش با خبر است. به این صفت الخبیر الله انسان باور داشته باشه. تعهد پنجم چی است؟ ایمان داشتن به این که ایمان و اعمال صالحه سبب مغفرت و جنت میشه. ایمان انسان و اعمال صالحه این هست که انسان رو نجات میده. تعهداتی که در آیت نهم است، وعد الله الذین آمنوا، وعده کرده الله متعال مؤمنان را، و عملوا الصالحاتی که ایمان دارن و اعمال صالحه میکنن. به اینا الله متعال چی کرده؟ الله متعال به کسایی که ایمان دارند و اعمال صالحه میکنن به اینا الله عهد کرده که لهم مغفرت و اجر عظیم، بر از اینا مغفرت و اجر عظیم است. یعنی در این آیت شریف تعهد اولی است که باور داشتن به جزای دوزخ کافران و تکذیب کنندگان. خب او را ما شما تعهد گرفتیم که در اینجا ما شما چی تعهد داریم در این آیت شریف؟ در اینجا تعهد داریم که ایمان داشتن به این که ایمان و اعمال صالحه سبب مغفرت میشه. ایمان و اعمال صالحه سبب مغفرت میشه. این تعهد انسان مؤمن هست. خب عالم مثلا در جمله در آیت والذین کفروا، و کسانی که کافر شدن و کذبوا و تکذیب کردن، والذین کفروا کسانی که کافر شدن و کذبوا تکذیب کردن به آیاتنا، به آیات ما، اولئک اصحاب الجحیم، اینا اصحاب دوزخ هستند. اینا کسایی کافر میشن و تکذیب میکنن، این حکم الله هست و ما متعهد هستیم که بگوییم که کسی که کافر است و با آیات الله تکذیب میکنه اینا اصحاب جحیم است. حالا شما تعهد کردین که کافر از اهل دوزخ است و تکذیب کننده آیات الله از جمله اهل دوزخ است. پس اگر کسی کافر میشه و کفر خود اعلان میکنه، این چی است؟ این باید انسان متعهد بگویه برش که بله برادر شما با اینمی کارتان کافر شدین، کافر شدین، این به خیرش است. اینمی نفره که بفهمه که من با این عمل کافر میشم، پس چی میکنه؟ توبه میکنه. دیگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذکروا، یاد کنین، نعمت الله علیکم، نعمتای الله را بالایتان، اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم، یعنی قوم خواستن که دستای خود به طرف شما دراز بکنه، فکف ایدیهم عنکم، دستایشان الله متعال از شما دور کرد، واتقوا الله و تقوا بکنین، و الله متعال که هستن، الله متعال میگه که و علی الله فلیتوکل المؤمنون، به الله توکل بکنن مؤمنان. در اینجا کدام تعهدات است؟ یک تعهدی است که نعمتهای الله چی بود؟ که الله متعال دشمنا را از دست دشمنا را گرفت که سر شما ظلم بکنن. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالت سخت قرار داشتن، لکن دستای از اینا را چی کرد؟ دستای از اینا را قطع کرد که سر مسلمان ها تجاوز بکنه. پس یکی از نعمتهای الله بود بر از اینا. واتقوا الله. و دیگه چی است؟ تعهد دومی است. اول تعهد چی شد در این آیت شریف؟ یاد کردن نعمتهای الله. تعهد دوم چی است؟ تقوا هست. تعهد سوم چی است؟ که انسان مؤمن همیشه قلباً به الله توکل بکنه. توکل عمل چی است؟ عمل قلبی هست. در عمل قلبی انسان مؤمن مکلفیت داره که
یعنی به الله متعال چی کنه؟ به الله توکل بکنه و با دست خود این انسان مؤمن مکلفیت داره که با دست خود کار بکنه. اما اگر یک نفر کار نمیکنه و میخواه که برش از آسمان اما تو هر چیز برسه، باز این چی هستن؟ این در حقیقت توکل نیست، او تواکل میگن. در عصر عمر رضی الله عنه یک تعداد حاجی از یمن آمده بودن، دست خالی آمده بودن، به مردم گدایی میکردن. عمر رضی الله عنه گفت شما چی هستین؟ گفت ما والا متوکلین هستیم، توکل میکنیم به توکل. گفت نه، توکل نیست، این توکل است. توکل حلال است، توکل حرام است. توکل یعنی ای که با دستت کار بکنی و در قلبت به الله توکل بکنی، و توکلی است که هیچ کار نکنی، قرار بشینی بار دوش جامعه باشی. در سوره مائده در آیت 12 بحث دوم شروع میشه که این آیات که هست بعد از این تعهدات و عهدشکنی های اهل کتاب و جزاهای این عهدشکنی را بر ما بیان میکنه. یعنی الله متعال بر ما تعهداتی که داشتیم کل زیر بر ما بیان کرد. الله متعال همیشه در قرآن عظیم شان احکام بیان میکنه. و باز الله متعال مثلا کسایی که قبل از ما اونا مردمای متعهد بودن و عهد خود با الله شکستاندن و مستحق چی جزا شدن، الله متعال هم برای انسان معالجه میکنه و هم پیش از معالجه وقایه میکنه. برای ما درس وقایوی میده و درس معالجوی میده. برای ما میگه که اینی تعهدات است و اینی اسبابی هست که از این خدا وقایه بکنین، چون امتهای قبلی به اساس اینی مشکلات به لعنت الله گرفتار شدن. ایناله الله متعال از بنی اسرائیل عهد و پیمان زیادی گرفته بود و بر از اونا در سوره های مختلف بیان شده که در این میثاق ها، پیمان ها، تعهدات آنها بیان میشه که چی تعداد بود و چی گونه بود شکستاندن و نتیجه از او چی شد. خب حالا میایم در اول تعهدات پنجگانه. الله متعال میگه که 5 تعهد به امرای از اهل کتاب شده بود. این 5 تعهد چی بود؟ اقامه نماز، زکات دادن، ایمان داشتن به کل پیغمبران، نصرت پیغمبران، متوجه هستین، و قرض حسنه. الله متعال میگه ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل. یقینا که الله متعال گرفت میثاق، پیمان، عهد و پیمان گرفت از بنی اسرائیل. و بعثنا منهم 12 نقیبا. میگه ما بر از اینا 12 رهبر بر از اینا چی کردیم؟ مبعوث کردیم، فرستادیم. و قال الله انی معکم. الله متعال بر از اینا گفت که ما به همراه شما هستم بنی اسرائیل. لئن اقمتم الصلاه، اگر اقامه نماز کردین، و آتیتم الزکات و زکات دادین، و آمنتم برسولی و به پیغمبرای من ایمان آوردین، و عزرتموهم و این پیغمبرها را شما چی کردین؟ یاری کردین. این پیغمبرها را یاری کردین. و اقرضتم الله قرضا حسنا، و برای الله متعال شما به خاطر رضایت الله قرض حسنه دارید. لاکفرن عنکم سیئاتکم، باز من گناه های شما را چی میکنم؟ محو میکنم. ولا ادخلنکم، و شما را داخل میکنم جنات تجری، به جنات هایی که باغها و قصرهایی که جاری هست من تحت الانهار، در زیر از باغهای و قصرها جویبارها. فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل. اگر باز بعد از این کسی کافر میشه، ای از راه مستقیم چی شدن؟ منحرف شدن. دوم بیان اسباب لعنت شدن یهودی‌ها به خاطر شکستاندن تعهدات. اینا مثلا چی کردن؟ بعضی کارهایی را کردن که سبب لعنت از اینا شد. فبما نقضهم میثاقهم، به سبب شکستاندن میثاق چه مسلمان ها. متوجه باشین که شما عهد و پیمانتان به امرای الله نشکنانین. به الله عهد کردی که یا الله فقط عبادت بر تو میکنم، نکو بر دیگر عبادت. آنچه که عبادت سوره به غیر الله نکن. عهد کردی با الله که یا الله شریعت تو را اطاعت میکنم، نگی قانونهای دیگر را اطاعت نکن. الله متعال میگه فبما نقضهم، اگر مثل از اونا را نقض کردی، فبما نقضهم میثاقهم، به خاطر شکستاندن پیمان امی بنی اسرائیل، الله متعال میگه لعناهم، اینا را لعنت کردیم. لعنت چی را میگه؟ اللعن الطرد من رحمت الله، یعنی از رحمت الله اینا چی شدن؟ طرد شدن، رانده شدن. و کسی که از رحمت الله رانده شود جنت سرش حرام میشن. فبما نقضهم، به خاطر شکستاندن میثاقهم، عهد و پیمانشان، الله متعال میگه لعناهم، اینا رو ما لعنت کردیم.
و جعلنا قلوبهم قاسیه، قلب از را تو قساوت قلبی برشان پیدا کردیم که دیگه هیچ حق قبول نکنن. یحرفون الکلمه عن مواضعه، اینا عهد داشتن که باید کلمات الله را تغییر نتن، احکام الله را تغییر نتن. و نسوا حظا مما ذکروا به، اینا فراموش کردن او حظ و اون نصیبی که الله متعال بر از اینا ذکر شده بود و چیزی که بر از اینا الله ذکر کرده بود، این فراموش کردن. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم دوامدار انسان‌های خیانتکار از اینا را می‌بینی که اینا چقدر خیانتکار هستن و خیانت میکنن. الا قلیل منهم، مگر یک تعداد کمی از ایشان. فاعف عنهم، اینا را عفو بکن، واصفح، و اینا را از اینا گذشت بکن. ان الله یحب المحسنین، یقینا که الله مردمای نیک دوست دارن. در اینجا چند عیبی از اینا بودن. اول تحریف کتاب های، اول عهد شکنی کردن. چی کردن؟ عهد شکنی کردن. اول فبما نقضهم میثاقهم، اول امو عهد و پیمانی را که به امرای الله کرده بودن ایره شکستاندن، کلمه خواندن، ضد کلمه کردن. اطاعت باید از الله بکنن، خودشان قانونا را ساختن، خودشان تغییرات. اینا چی میگن؟ فبما یک سبب لعنتش. پس ما مسلمان ها چی کنیم؟ اگر ما عهد خدا با الله بشکنیم، الله لعنت میکنه. و جعلنا قلوبهم قاسیه، به خاطر از این نتیجه چی شد؟ قلبشان سنگ شد، دیگه توبه نمیکنن. از این خاطر بسیاری کسایی که تعهدات خدا با الله مشکنن و بسیار خیانت میکنن، قلبش آنقدر سیاه میشه که ببینی که 70-80 ساله شده، پاش در لب گور است و وضعیتش خراب است و 24 ساعت دوا میخوره و پیش دکتر میره و بستر میشه، سر و از او هم توبه نمیکنه. این قلبش قاسی شده، قلبش بسیار سخت شده. مشکلشان چی بود؟ میگه اینا یحرفون الکلمه عن مواضعه، کلمات الله را تحریف میکردن. اینا در قرآن مسلمان ها نمیتونن که چی کنن؟ نمیتونن که مثلا کلمات قرآن را تغییر بدن، لکن تحریف معنوی میکنن. چه قسم تحریف معنوی میکنن؟ وقتی که الله متعال برشان یک حکم میگن، اینا ایره برعکس میسازن. مثلا الله وقتی که میگه شهید کی هست؟ شهید کسی است که در جهاد فی سبیل الله به شهادت رسیده باشن. یا میگن که نه، هر کمونیست هم شهید است، امریکایی هم که بود یا هم شهید است. الله میگه مسلمان کسی هست که با کافر دشمن باشه، دوستی با کافر نکنه، از کافر دفاع نکنه. اینا میگه نه، اگر کسی که در پالوی کافر استاد شد و از کافر دفاع کرد و از این حمایت کرد و به نفع کافر کار کرد، بازی میگه که این خوب بسیار مسلمان است، این بسیار خدمتگار وطن است. الله میگه الله قوم پرست خوش نداره. کسی که به خاطر قوم خود، به خاطر وطن، به خاطر منطقه خاصی که انگلیس برش نقشه را جور کرده، به خاطر از این مبارزه میکنه، این مسلمان نیست. مسلمان کسی است که انی جاعل فی الارض خلیفه، باید حکم الله را در زمین الله تطبیق بکنه. اینا تحریف کرده میره. ببینید چقدر یعنی تحریف میکنن. الله متعال مثلا میگه یهود و نصارا کافر هستن، یک کسی میخیزه به نام عالم دین و میگه که نه، یهود و نصارا در قرآن گفته نشده که کافر هستن. الله میگه که شما یهود و نصارا را تکفیر بکنین و هر کسی که مرتد هست باید تکفیر شود. نه، ما تکفیر نمیکنیم، به خاطر از اینکه تکفیر خود تکفیری ها میکنه. اگر تکفیر کردی تکفیری هستی. الله تکفیر کرده، رسولش تکفیر کرده. الله میگه قل یا ایها الکافرون. آل قریشی ها میگفتن که ما پیروان ابراهیم و اسماعیل علیه السلام هستیم. الله گفت نه، شما کافر هستین. یا رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان بگو شما کافر هستین. یهود و نصارا، یهودی ها میگفتن ما پیروای عیسی علیه السلام هستیم، موسی علیه السلام هستیم. یهودی نصرانی ها میگفتن ما پیروای عیسی علیه السلام هستیم. الله متعال گفت نه، شما ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، کسایی که اهل کتاب هستن، مشرکین هستن یا کافر هستن. امروز ببینید چقدر تحریفات است. وقتی که جهاد بگویی تاپا میزنن، گپای خطرناک میگن. این چی هست؟ این کلش تحریف است. الله متعال میگه که فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلمه عن مواضعه. اینا یهودیان اهل کتاب بنی اسرائیل کلمات تغییر میدادن، اما چون قرآن کلماتش معجزه است، کس تغییر کردن نمیتونه، لکن در معنایش تغییرات میارن، تحریف میکنن معنای ازیره، تغییر میدن معنای ازیره، غلط تفسیر میکنن، غلط ترجمه میکنن، نادرست بر مردم میگن. و نسوا حظا مما ذکروا به، و اینا آن چیزی که برشان
یاد داده شده بود او را فراموش کردن. الله متعال میگه این قسم نباشین، ولا تزال طائفه، همین قسم ترک اوامر الله را کردن، دیگه خیانتکاری کردن. حال هم شما دوامدار میبینین. این حال اینجا الله متعال میگه شما باید چی کنین؟ خدا وقایه بکنین به این امراضی که اینا مبتلا شدن، شما به این امراض مبتلا نشین. سوم موضوعی که اینجا بیان میکنه در آیت بعدی از سوره 14 مائده که الله متعال میگه که این عداوت دشمنی در بین نصرانیان به خاطر چی پیدا شد؟ به خاطر از اینکه اینا عهد فراموش کردن. و من الذين قالوا ان النصارى، کسایی که گفتن ما نصرانی هستیم، اخذنا میثاقهم، میگه ما از پیش از اینا میثاق گرفتیم، فنسوا حظا مما ذکروا به، اینا آن نصیبی که الله برشان داده بود از آن چیزی که الله بر از اینا احکام داده بود ایره فراموش کردن. فاغرینا بینهم العداوه، ما در بین از اینا چیه انداختیم؟ در بین از اینا چیه؟ عداوت و البغضاء، دشمنی، بدبینی، الى یوم القیامه، تا روز قیامت. و سوف ینبئهم الله بما كانوا یصنعون، الله متعال اینا را آگاه میسازن به آن چیزی که اینا میکردن. پس شما مثل از اینا نباشین که نعمتهای الله را فراموش بکنین و چیزی که براتون احکام گفته شده از سوره فراموش بکنین که به مرض از اینا مبتلا شوین. چهارمی، بیان کتمان های اهل کتاب. بیان میکنه که اینا چی چیزها را کتمان کردن، عهدهای خدا چه قسم شکستاندن. یا اهل الکتاب، یا اهل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بر شما یقینا آمد پیغمبر ما که یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، این پیغمبر بر شما بسیار چیزهایی را که مخفی میکردین از کتابتان، او را این پیغمبر برتان بیان میکنه. و یعفو عن کثیر، از بسیار چیزها عفو میکنه. قد جاءکم من الله نور و کتاب منیر، این از جانب الله نور آمده هست و کتاب بسیار واضح آمده است. پس این پیغمبر شما را آگاه میسازد، کتابی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده شما را آگاه میسازد چیزایی را که کتمان کردین یا پت کردین یا قبل از شما تحریفات کردن، کل از بر شما بیان میکنه که این چیزا را این تحریف کردن، این غلط است. الله ذات یگانه هست، پیغمبرها کلشان بنده های الله هستند. یهدی به الله، الله هدایت میکنه توسط این قرآن. من اتبع رضوانه، هر کسی که از رضایت الله متابعت میکنه این به این هدایت میشه. و یخرجهم من الظلمات الى النور، و اینا را بیرون میکنه از تاریکی ها به طرف روشنی باذنه، به امر الله. و یهدیهم الی صراط مستقیم، و اینا را هدایت میکنه به راه راست. این پیغمبر و این کتاب وقتی که آمده برای چی آمده؟ برای هدایت آمده. برای چی آمده؟ که انسان از تاریکی های کفر و جنایت از یاد دور بکنه. برای چی آمده؟ به هدایت به راه راست آمده. پنجمین نقطه این چی هست؟ بیان علت کافر شدن نصرانیان. چرا نصرانیان کافر شدن؟ اونا میگفتن ما اهل کتاب هستیم، ما پیروای عیسی مسیح علیه السلام هستیم. الله متعال گفت لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، یقینا کافر شدن کسایی که گفتن که الله مسیح عیسی پسر مریم است. کسی گفت که عیسی پسر مریم الله هست، این کافر هست، این تکفیر هست. این حال الله متعال اینا را تکفیر کرده. این حال کسی که تکفیر نمیکنه و میگه که نه اینا نصرانی‌ها هستن یا کافر نیستن، خودش کافر میشه به خاطر از اینکه آیات قرآن تکذیب کرد. الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم قل فمن يملك من الله شيئا، بگو برشان کی مالک است از الله چیز را این اراده، اگر بخواه کی میتونه تصرف داشته باشه با الله؟ اگر الله بخواه ان یهلک المسیح ابن مریم، که هلاک بکنه عیسی پسر مریم را و امه و مادرش را و من فی الارض جمیعا، و تمام آن مخلوقاتی که در زمین است، اگر الله کل از اینا را نابود بکنه، آیا کس مانع الله شده میتونه؟ عیسی مسیح یک مخلوق است، مادرش یک مخلوق است. ولله ملک السماوات والارض، و مالکیت آسمان ها و زمین، مالک متصرف آسمان ها و زمین الله است. و ما بینهما، آنچه در بین آسمان و زمین است، یخلق ما یشاء، خلق میکنه هر چیزی که خواسته باشه. والله علی کل شیء قدیر، الله به هر چیز قدرتمند است. ششمین نقطه بیان علت کفر یهود و نصارا در ادعاهای دروغ و تهمت ناحق. و قالت الیهود، اینجا کفر یهود و نصارا را بیان میکنه که اینا چرا کافر شدن یهود و نصارا، چرا الله اینا را تکفیر کرد، چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اینا را تکفیر کو و بگو برشان که اینا کافر است. به خاطر از اینکه و قالت الیهود و النصارا، اینا تهمت کردن،
ادعاهای دروغ که گفتن سر الله تهمت کردن. و قالت الیهود و النصارى، یهود و نصارا گفتن که نحن ابناء الله، ما فرزندان الله هستیم. این تهمت کلان سر الله. الله میگه که لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا میخوان که نه ما فرزندای الله هستیم، الله برای ما گفته که شما فرزندای ما هستین. و احباؤه، ما دوستای الله هستیم. الله میگه تو کافر هستی، تو مرتد هستی، تو بیدین هستی. این میگه که نه. به خاطر چی؟ به خاطر اینی ادعاهای دروغ خود اینا چی شدن؟ اینا کافر شدن. قل فلم یعذبکم بذنوبکم، برشانه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای یهود و نصارا بگو خی اگر شما فرزندان الله هستین و اگر شما دوستای الله هستین، چرا شما را تعذیب میکنه به گناهایتان؟ بل انتم بشران، بلکه شما دروغ نگویین، شما بشر هستین. ممن خلق، از جمله مخلوقاتی که خلق کرده شما هم بشر هستین. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، الله هر کس بخواد مغفرت میکنه و هر کسی رو بخواد تعذیب میکنه. ولله ملک السماوات والارض، مالکیت و تصرف آسمان ها و ما بینهما و آنچه در بین آسمان ها و زمین که است مربوط الله هست و الیه المصیر، به طرف الله شما بازگشت میکنین. هفتمین نقطه بیان دروغگویی اهل کتاب به نامدن پیغمبران. این دروغ آمدن گفتن که نه دیگه پیغمبر نمیایه. یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا، ای اهل کتاب پیغمبر ما آمد بر شما، یبین لکم علی فترة من الرسل، بر شما بیان میکنه حقیقت ها را، بیان میکنه این حقیقت ها را بر شما و در مدت بعد از انقطاع مدت زمانی که پیغمبران نبود، یعنی یک فترتی که مثلا پیغمبران نبود، پیغمبر ما بر شما آمد. ان تقولوا، این که بگویید ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اتر نکنین، اشتباه را نکنین، این غلطی را نکنین، نگویین که بر ما پیغمبران نه بشیر است و نه نذیر است، نه بشارت دهنده و نه فقط جاءکم بشیر و نذیر، یقینا بر شما پیغمبران قبلا هم آمده و آل هم این پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم آمده هست. والله علی کل شیء قدیر، الله بر هر چیز قدرتمند هست. و اذ قال موسی لقومه، میگه وقتی که موسی علیه السلام بر قوم خود گفت که یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنید نعمتهای الله را بالایتان، اذ جعل فیکم انبیا، که در بین شما پیغمبرا گردانید، و جعلکم ملوکا، شما را در بسیاری مسائل بر شما بعضی از چی داد، بر شما رهبریت داد. و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، بر شما چیزایی داد که به بسیاری از عالمیان نداده بود. خلافت، مقام خلافت بر شما داده بود، شما جاگزین پیغمبرا آمدین و حکم الله را در زمین الله تطبیق بکنین. هشتم بیان معصیت یهودیان از اوامر عیسی علیه السلام. این دیگه علت چی است؟ عهدشکنیشان و کفرشان. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه، برشان گفت موسی علیه السلام که شما داخل شوین در سرزمین پاک، التي كتب الله لكم، او سرزمینی که الله بر شما او را لازم کرده که شما در اونجا داخل شوین. ولا ترتدوا على ادبارکم، شما به عقبتان برنگردین، یعنی مرتد نشین. فتنقلبوا خاسرین، باز میگردین شما خساره کننده. قالوا یا موسی، اینا چی کردن؟ گفتن ای موسی علیه السلام ان فیها قوما جبارین، در اینجا یک قومی از بسیار ظالما هست. و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، تا کو قوم دیگه از قریه نبره ما داخل نمیشیم. فان یخرجوا، باز اگه اونا برآمدن فانا داخلون، اینی نازا کردن، سر پیغمبر ناز میکردن، باز اگه اونا خارج شدن ما داخل میشیم. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليها، میگه در بین از اینا دو شخصی بودن که اینا میترسیدن آنچه که الله بالاشان انعام کرده. گفت که ادخلوا عليهم الباب، داخل شوین شما از دروازه. فاذا دخلتموه فانكم غالبون، اگر شما داخل شوین شما غالب میشین. و علی الله فتوکلوا، به الله توکل بکنین ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستین. چرا گپ پیغمبر را نمیکنین؟ نهمی علت که اینا عهد شکستاندن و به لعنت گرفتار شدن چی شد؟ ترک نمودن موسی علیه السلام به تنهایی. چی گفتن؟ قالوا یا موسی، بنی اسرائیل گفتن ای موسی علیه السلام انا لن ندخلها ابدا، ما در این منطقه قریه داخل نمیشیم مادام فیها، تا وقتی که اونا در اونجا هستن. فاذهب، برو، انت تو و ربک و ربت، خودت برو امرای خالق متعال، فقاتل، شما برین بجنگین. انا ها هنا قاعدون، ما کنار اینجا ششتیم سهل میبینیم. قال موسی علیه السلام گفت که رب، ای پروردگار من، اینی لا املک الا نفسی و اخی، ما مالک نفس خود و برادر خود، یعنی ما دو نفر هستیم، یکی زورم به خودم میرسه، یکی به می برادرم که هارون علیه السلام است.
فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بین ما و بین قوم فاسقی که از اطاعت برآمدن، در بین ما جدایی پرتون. دهمی عهد شکنی از اینا چی بود؟ جزای اینا دهمی بیان میکنه که سرگردان شدن بنی اسرائیل به خاطر نقض اینمی تعهدات. جزایش چی شد؟ قال فانها محرمه علیهم 40 سنه، گفت برای شما 40 سالی حرام شد که شما در این منطقه داخل شوین. یتیهون فی الارض، اینمی قسم سرگردان در بودشت ها میگردین. فلا تأس علی القوم الفاسقین، پس شما بالای از این قوم فاسق مایوس نشین. 11 بیان زشتی عادت قتل بیگناه ها توسط بنی اسرائیل با ذکر مثال قابیل و حابیل و بیان حکم قتل. یهودیا بنی اسرائیل زیاد قتل خوش داشتن که قتل بکنن بکشن. همیشه چقدر مثلا مردم در فلسطین میکشن و اودگاهش که طرفدارایشان است اونا بر از اینا پیسه میدن، حمایت میکنن، سلام میدن برای کشتن مظلوم ها. الله متعال میگه واتلو علیهم، تلاوت کن بر از اینا، نبأ ابنی آدم، قصه دوتا فرزندان آدم علیه السلام، بالحق، به حق. اذ قربا قربانا، اردویشان قربانی کردن، اردویشان قربانی خود تقدیم کردن. فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر. در شریعت از وقت بود که هر کسی که قربانی میکرد، قربانیش وقتی که از آسمان چیزی میامد، آتش میامد، اینو میورداشت، میفهمید که قربانی ما قبول شده. از حابیل قبول شد، از قابیل قبول نشد. چرا؟ حابیل اخلاص داشت و قابیل اخلاص نداشت. قال ای حابیل، قابیل برای حابیل گفت لاقتلنک، من تو را میکشم. خب حابیل میگه خودت اخلاص نکردی، دینداری نکردی، من چرا میکشی؟ قال برش گفت انما یتقبل الله، چرا از تو قبول نشد؟ یقینا که قبول میکنه الله من المتقین، از انسانهای با تقوا. تقوا پیشه میکردی قبول میشد قربانی تو. وقتی که برای تو راحت نمیاد، استراحت نمیاد، خانه‌ت مثلا راحت نیست، خود ملامت بکن. اگر تو تقوا داشته باشی الله متعال بر تو نعمتهای خود میته، اما تو خودت به تقوایی کردی، الله متعال قربانی تو را قبول نکرد. این چی کرد؟ این قابیل خیز که نه و حابیل برش گفت لئن بسطت الی یدک، او برش گفت برادر اگر تو دستت به طرف ما دراز بکنی لتقتلنی، تا مرا به قتل برسانی، ما انا بباسط یدی الیک، ما دست خدا به طرف دراز نمیکنم، لاقتلک که ما تو را بکشم، ما هیچ جنایت نمیکنم. اینی اخاف الله رب العالمین، ما از الله میترسم که رب العالمین هست، رب العالمین. اینی اريد ان تبوء باسمی و اسمک، میگه این حابیل برش گفت ما میخوایم که تو گرفتار شوی. چی شوی؟ این حال تو گرفتار شوی با گناه ما و گناه خودت، فتکون من اصحاب النار، باز از جمله اصحاب النار باشی. و ذلك جزاء الظالمین، این جزای چی است؟ جزای ظالما هست. خب وقتی که این برش گفت فطوعت له نفسه، اینجا چی کرد؟ پس نفس سرکش ازی برای چی کرد؟ قتل اخی ایره آراسته ساخت، مزین ساخت. چی رو برش؟ کشتن برادرش، که نه بیادر تا بکش. فقتله، ایره به قتل رساند. فاصبح من الخاسرین، از جمله خسارت کننده ها شد. آل ایران مانه که برادرم خو کشت، ما ایره چی قسم چی کنم؟ مرده از ایره. اینقدر جاهل است و اینقدر چی کرد؟ پس الله متعال فبعث الله غرابا، الله متعال یک زاغ فرستاد، یبحث فی الارض، که در زمین همین چی میکرد؟ در زمین میگشت که چی کرد؟ که امی زاغ چی کنه؟ اما برش نشان میداد در زمین، لیوریه، که امی زاغ بر از این نشان بده کیف یواری سوءة اخیه، که چه قسم ای امی جسد برادر خود دفن میکنه. یک زاغ میخیزه و زاغ دیگه رو به قتل میرسانه و با زمین زاغ به خاطر که رو دفن کنه که نول خود زمین سوراخ میکنه و امی زاغ در بین از میپرته، سرش خاک میپرته. قال یا ویلتا، میگه چیز گفت قابل، گفت وای بر من، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ما عاجز شدم که حتی مثل امی زاغ باشم. فاواری سوءة اخیه، و ما همین جسد برادر ما دفن بکنم، یعنی ما از زاغم کده
جاهل هستم، از ذاقم کردم، من به عقل هستم. فاصبح من النادمین، پس از جمله کسایی گشت که پشیمان شدن، پشیمان شد. اینال 12 نقطه ای است که بیان نافرمانی به بنی اسرائیل در قتل بیگناه ها. میگه شما وقتی که بیگناه ها را قتل میکنید چی جزا داره؟ من اجل ذالک، به خاطر الله متعال میگه کتبنا، میگه لازم گشتاندیم علی بنی اسرائیل، بر بنی اسرائیل، انه من قتل نفسا، هر کسی که قتل میکنه یک نفس را، بغیر نفس، بدون ای که در مقابل قصاص یک نفس دیگه باشه، ناقی را میکشه، نه قصاص است، او فساد فی الارض، یا به قصد فساد در زمین، فکأنما قتل الناس جمیعا، مثل عزیز که اگر یک کسی یک نفر را میکشه، مثل که کل مردم کشته باشه. و من احیاها، و یک کسی اگر یک انسان را از هلاکت و بربادی نجات میده، فکأنما احیا الناس جمیعا، مثل که تمام مردم نجات داده باشه. ولقد جاءتهم رسلنا، یقینا بر از اینا پیغمبرای ما آمدن، بالبینات، با معجزات و دلایل واضح. ثم ان کثیر منهم بعد ذلك، باز بسیاری از اینا بعد از آمدن پیغمبرا، فی الارض، در زمین، لمسرفون، اسراف کننده ها و گناهکارا هستند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.